آدمو فکر می‌کنن اعتماد به نفس یه چیز ژنتیکیه. باید برن رو کوه هیمالیا بشینن مدیتیشن کنن تا اون رو به دست بیارن. اما اینطوری نیستش. حتی خود ریانا هم گفته من فیکش میکنم. دیگه چه برسه من و تو. من عسلیزام و خوش اومدین به چنل یوتیوب من. توی این ویدیو میخواستم در مورد اینکه چطوری همیشه با اعتماد به نفس به نظر برسیم صحبت کنم، چون یکی از مسائلی هست که خودم هم همیشه باهاش درگیر بودم. چند تا حقه داره. ما نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم یا هر چیز دیگه ای. میخوایم اینا رو تمرین کنیم با چیزای ریز ریز و کوچیک که بتونیم بهتر بشیم. حالا این بهتر شدن به چه درد ما میخوره؟ نگاه کن، ما وقتی توی جمعی هستیم و شونمون رو میدیم عقب، محکم حرف میزنیم، محکم راه میریم، یا حتی نگاهمون گیج و ویج نیست، همه میگن این آدم خودشو میشناسه، این آدم کسیه که حالا سرش به تنش میارزه یا همچین چیزایی. پس خیلی مهمه که ما حتی تظاهر بکنیم که اعتماد به نفس داریم. حقه اول چیه؟ حقه اول داره میگه بدن ما قبل از مغز ما کار میکنه و ما باید به کار بگیریم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میخوام صحبت کنم شونه هامو بدم عقب، سرمو بگیرم بالا و آروم و شمرده حرف بزنم. یه مثال برات بزنم، اینو گوش کن. نگاه کن، آخه من دیروز رفته بودم کلاس ولی خب آخه نفهمیدم چی شد. یه دفعه تو متوجه شدی استاد چی گفته؟ حالا اینو دقت کن، شونه رو میدم عقب، سر بالا، آروم. نگاه کن، من سر کلاس که دیروز رفته بودم متوجه نشدم استاد در مورد چی حرف زد. میتونی بهم کمک کنی؟ یه ذره نگاه کنی با هم دیگه تفاوت دارن دیگه. یکیش حس بهتری به آدم میده، وایب بهتری داره، یکی نه، وایبش عجیب غریب تره. دارم اینو میگم که همیشه از این روش استفاده کن. حواست وقتی نیست، خودت وقتی میخوای جمع و جور کنی، سریع این سه حرکت رو انجام بده، قوقا میکنه واقعا. حقه دوم چیه؟ حقه دوم میگه که به جای توضیحای تومار بیا فقط یه جمله کوتاه بگو. گوش کن به این. میشه من 5 دقیقه دیرتر اینو تحویل بدم؟ آخه یادم رفته بنویسمش. بعد اگه تحویل بدم نمرم ممکنه کم بشه. ببخشید و واقعا میشه کمک کنید؟ حالا اینو نگاه کن. من میتونم 5 دقیقه دیرتر این ورقه رو تحویل بدم به شما. یه چند تا موضوعش مونده. تو اینو میتونی توی کار، توی زندگی شخصی، توی درس، توی دانشگاه، توی هر چیزی به کار ببری. حتی میتونی تمرینم اضافه کنی. یعنی بگی اوکی من توی این مورد امروز توضیح طولانی نمیدم. مثلا دیرم شده، رسیدم سر کلاس دانشگاه، به استاد نمیام یه تومار بدم، میگم ببخشید دیر کردم، میرم میشینم سر جام. یه حقه دیگه هم داریم خیلی جالبه، تماس چشمیه. ما همیشه وقتی میخوایم ارتباط چشمی بگیریم یا خیلی به طرف زل میزنیم که میگه وای بسم الله این چشه، یا اصلا طرفو نگاه میکنیم که میگن یارو اموله بابا، یا هر چیز دیگه. چی کار میکنی؟ 3 ثانیه تماس چشمی میگیری و قطعش میکنی. 3 ثانیه به طرف نگاه میکنی، 3 ثانیه نگاه نمیکنی. همین باعث میشه تو یه وجهه با اعتماد به نفس و شکل و قوی داشته باشی. بعدش چیه؟ بعدش در مورد نگفتنه. خب آدمایی که اعتماد به نفس پایینی دارن، نگفتن براشون خیلی سخته دیگه. مثلا کسی که تازه وارد جامعه شده، یکی ازش یه کاری میخواد یا وارد کار شده، میگه آره انجام میدم حتما. برای اینکه یاد بگیره نه بگه، نیاز نیست حتما اونو به صورت بی‌ادبانه مطرحش کنه. چی کار میکنه؟ میگه که نه من الان نمیتونم اینو انجام بدم، نه الان کارم زیاده، نه بعداً انجامش میدم. یا برعکس میگه الان نمیتونم انجامش بدم، بعداً انشالله. یه جوری اون نه رو بگو، چون نه باعث میشه خیلی کارا رو تو زندگی نکنی، تو وایسی وای نسی تو از زبونم گیگ. یه حقیقتی هم وجود داره، آدمای با اعتماد به نفس اینطوری نیستن که نترسن. اتفاقا خیلی هم میترسن، ولی با ترسشون مقابله میکنن و با ترس اون کار رو انجام میدن. مثلا میترسن وارد یه سمینار بزرگ بشن، سخنرانی میکنن، ولی با ترس میرن اون انجام میدن. یه حالتی داره که میگه do it scared. یه چک لیست برات درست میکنم، اینو حواست باشه. میخوای بری بیرون ازش استفاده کن، کاری هم نداره، یه ذره طول میکشه. اول شونهاتو میدی عقب، دوم آهسته راه میری، سوم تماس چشمی که میخوای برقرار کنی 3 ثانیه باشه، چهارمش اینه که نفس عمیق بکش حتما، حتی اگه میترسم بگو من میتونم. پنجمیش چیه؟ اینه که تو یه لبخند باحالی داشته باشی، نه اینطوری بخندی شبیه دلقک باشی، نه خندی بگن اوه آسمون سوراخ شد این افتاده پایین.
اینا رو اگه انجام بدی بعد یه مدت میره توی ذهن ناخودآگاهت و خیلی تاثیر داره. اعتماد به نفس یه چیزی نیستش که اوکی از کف زمین پیداش کردم محکم بچسبونم به خودم گمشم نکنم. نه اصلا اعتماد به نفس یه چیزی که به مرور زمان به دست میاد، یه مهارته. تو بعد خودت کار بکنی با قدمای کوچیک کوچیک. این چند تایی که من گفتم خیلی قدمای ریز و ریزی بودن که تو میتونی با تمرینای روزانه به دستشون بیاری. اما یادت نره هر چقدر بیشتر تمرین کنی، هر چقدر لول اپ کنی خودتو، خب اعتماد به نفس بیشتری خواهی داشت. این هم یادت نره هیچ کس اعتماد به نفس کامل نداره. حتی منی که اینجا نشستم دارم با تو حرف میزنم، مطمئن باش اعتماد به نفسم آنچنان خفن و عالی نیست که اینجا نشسته باشم، ولی با ترس دارم انجامش میدم. و کسی بهتر ظاهر میشه که حداقل بهتر بلد فیکش کنه. پس حداقل یاد بگیر چطوری فیکش کنی تا تبدیل بشه به نسخه بهتر از تو. حتما چنل رو سابسکرایب کن، چون چیزایی که خودم دوست دارم یاد بگیرم و یا دارم تمرینشون میکنم برای شما هم میذارم. ما هم دیگه میریم جلو ببینیم چی به چیه دیگه. تهش شاید یه چیز خوب تازه در بیاد، شاید تهش هم هممون ممکنه